يا الله يا الله يا الله يا الله. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام خدمت مؤمنان روزدار. رمضان امسال رو با دو حس متفاوت شروع کردیم. حس امید و پویایی به خاطر بازگشت مجدانه امت اسلامی به سوی ارزش‌های دینی و مرجعیت کتاب و سنت همراه با خیزش‌های مردمی در بسیاری از کشورهای اسلامی. و حس دوم حس یأس و ناامیدی به خاطر ایجاد فضای استبدادزدگی و نبود آزادی در بسیاری از کشورها. هر دو برای انسان مسلمان مسئول دارای رسالت انسان رو به یک باز تعریفی از خود دعوت می کند. آیا ما در اون مستوایی که بایستی باشیم هستیم؟ آیا به صورت فرد به صورت جمع امت اسلامی در آن وضعیت شایسته و بایستی که بایستی قرار بگیره هست یا نیست؟ فرصت ماه رمضان که فرصت استدراک مافات هست زمینه بسیار خوبی رو فراهم می کند تا ما به صورت فرد و جمع خود را بر قرآن عرضه کنیم و وضعیت فکری و وضعیت رفتاری خود رو با قرآن تطبیق دهیم و بتوانیم به وضعیت مطلوب برسیم که البته این نیازمند تدبر و تأمل بسیار زیاد در قرآن هست. باید سعی بکنیم با برنامه‌ریزی دقیق و درست از لحظه های این ماه مبارک کمال استفاده را ببریم. شاید در برنامه‌ریزی ما اصلی که باید حتما محل توجه باشد این است که در برنامه‌ریزی ما قرآن باید محوریت داشته باشد، چرا که این ماه نزول قرآن است. توجه به یک امر بسیار اساسی است و آن این که برای اینکه ما بتوانیم به قرآنی که در این ماه نازل شده عمل بکنیم نیاز به تقوای درون و خشیت از خدا هست که روزه باید این وضعیت رو ایجاد بکند. جالب است که ربط بین روزه که زمین ساز تقواست و قرآن رو ما بیشتر بر آن آگاهی پیدا بکنیم. خداوند در قرآن تأکید بر این موضوع نموده است که این کتاب برای هر کسی کتاب هدایت نخواهد بود، بلکه خداوند فرمود که ذلک الکتاب لا ریب فیه هدی للمتقین. و همچنین خداوند در آیات دیگر تأکید می‌کند که سیذکر من یخشی و یا فرمود که فذکر بالقرآن من یخاف وعید. باید با برنامه‌ریزی صحیح و درست بتوانیم تقوای مورد نیاز را که نتیجه روزه‌داری صحیح است در خودمون ایجاد بکنیم تا بتوانیم به قرآنی که در این ماه نازل شده عمل بکنیم. این نیازمند این است که ما برای قرآن برنامه‌ریزی صحیح‌تر و درستری داشته باشیم و بتونیم با تأمل در آیات قرآنی وضعیت بهتر و خوبتری رو برای خود فراهم بکنیم. امیدواریم که خداوند به ما توفیق بدهد که بتوانیم روزه آگاهانه‌ای داشته باشیم که منجر به تقوا بشود و تقوایی که بتواند زمینه عمل به قرآن را فراهم بکند و عمل به قرآنی که بتواند عزت دینی و اسلامی و هویت دینی رو به ما و به امت اسلامی باز بگرداند. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.